شما شهید عباس پیرولی رو میشناسه؟ میدونید کجا به شهادت رسیده؟ چیزی از قصه زندگیش میدونید؟ از با اجازه از محضر جمع سخن کوتاه میکنم و میرم سراغ زندگی نامه شهید عباس پیرولی. این داستان و کشمکش برمیگرده به یک شب بارونی. شب بارونی عباس پیرولی بعد از تمام شدن مراسم زیارت عاشورا با ماشینش داشته به سمت خونه میرفته که توی مسیر ناخواسته دختر جوانی رو میبینه که توی اون بارون مثل موش آب کشیده شده میلرزه. اون دختر اسمش لیلاست و ناراحتی قلبی داره. اون دختر جلوی ماشین عباس آقا رو میگیره و این درخواست رو از عباس داره که اون رو به سمت داروخانه ببره. عباس آقا اون رو سوار ماشین میکنه و بعد به سمت داروخانه میبره. اونا توی مسیر حتی یک نگاه هم به هم نمیکنن. موقع پیاده شدن کیف لیلا خانم توی ماشین عباس آقا جا میمونه و عباس به ناچار از ماشین پیاده میشه تا کیف رو به لیلا برسه. همونجا نگاهشون به هم گره میخوره و با هم توی سرمای زمستون پیوندی میزنن به اسم عروسی. بعد از یه مدت یه صدای آشنا تو زندگی اونها میکشه. از همون صداها که همیشه با خودش نوید خوشبختی میره. خدا به اونها فرزندی به اسم علی میده. اما بعد از یه مدت فصل خوشبختی سایش رو کنار میکشه و یه صدای وحشتناک تو کل ایران پر آوازه میشه به اسم جنگ. توی همون روزها بود که عباس پیرولی از همسرش و فرزند تازه به دنیا اومدش خداحافظی میکنه و راهی جبهه های حق علیه باطل.
و جنگ وقت و حساب و کتاب نمیشد. که هنوز لالایی لیلا به پایان نرسیده بود که هواپیماهای فانتوم وحشی به سراغ مناطق غیر نظامی اومدن و با شکوندن دیوارهای صوتی رعب و وحشت رو به مردم هدیه کردن. شکوندن دیوارهای صوتی توسط هواپیماهای بعثی قلب لیلا همسر وفادار عباس برای همیشه از حرکت ایستاد تا علی به غیر از غم دوری پدر داغ مادر رو هم تجربه کنه. درسته لیلا هیچ سرکشی از جنگ نخورد اما برای جنگ جونش رو از دست